مراجعت چی است؟ یکمش که ما جواب بیان کردگی نیستیم، ما اظهارات خود رو کردگی هستیم. این سندی مستقل است و وابسته به تمام عملهایی که وقتی اخیر شده است از جانب حزب درخواست‌های زیاد ما اظهارات خود رو کردیم. گفتن که حزب به یک ماموریت به یک معما فعالیت کرده است، اون رو هم ما گفتن نمیتونیم، برای که ما هر سال لااقل یکتگی آگاهینامه به حزب میدیم. اونی که ما اون رو چیگیم реклама نمیکردیم، فحش نمیکردیم و خود حزب به این مسئله یکون نقطه در هفته‌نامه خودشون نمیگوید، معنی اون رو ندارد که این حزب به یکون پرابلما یا به یکون قانونشکنی کنی فعالیت کرده است. ما این حال آموخته هستیم. گفتن که مناسبت ما من در نظر دارم وزارت عدلیه رو به این مسئله که کلاً عوض شده است و فرمایشی است، این هم شما گفتن نمیتونید، برای که وظیفه وزارت نظارتی فعالیت تمام مقامات تمام اتحادیه جمعیتی و وظیفه سیاسی میباشد. در دوره وکالت‌های خود ما چهار اندیشه میکنیم، مناسبت میکنیم با هم حزب‌های سیاسی، با هم اتحادیه جمعیتی. با یک سوال داشتید فرمایش کنید. چی کار دیگر میتوانستن بکنن قبل از اون مراجعه؟ قانون رو رعایت کردن در کار است، قانون رو اجرا کردن در کار است. قانون رو همچون حقوقشناس گفتنی هستم که محض محک اساسی فعالیت تمام ساختارهای سیاسی و جمعیتی باید قانون باشد، نه دیگر مسئله ها. برای من از اون 200 نفری که با شما شکایت کردن، شما میتونید گفته چند نفر اونها مثلا پدر و مادر یا نزدیکان محبوسانی بودن که در محبسخانه‌ها این از این یک چند نفر شما شهروندان قبول کردین؟ میتونید چقدر اونها یعنی با شما مراجعه کردن در مورد فرزند نزدیکان اونها در محبس